بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إنك بعوني الله سبحانه وتعالى ما امروز کتاب نوی را همچون برای عبرت و درس خوانده می‌گذاریم. نام کتاب نبذة مختصرة من نصائح والدي العلامة مقبل بن هادي الوادعي وسيرته العطرة، یعنی یادداشت‌های مختصر. نبذة مختصرة یعنی یادداشت‌های مختصر از نصیحت‌های پدرم علامه مقبل ابن هادی وادعی و سیرت پرشرف آن. این نام کتاب است. خلاص در اینجا بعضی نصیحت‌ها و سیرت شیخ علامه محدث که در دیاری گویم یمن گذشتن، شیخ مقبل ابن هادی الوادعی، این کتاب است. از آن دخترشان تالیف ام عبدالله بنت الشیخ مقبل ابن هادی الوادعی. واقعا بارک الله فیکم سیرت علما را خواندن، سیرت بزرگان خواندن خیلی هم درسی بزرگ است. شخص حیات ویها را قیاس میکند به حیات امروزی ما، بعد انسان میتواند که چکار کند؟ عبرت گیرد و هر کم و کمبودی که در حیات خود صادر میکند به خواندن چنین سیرت‌های بزرگان میتواند که انشاءالله اصلاح کند و اصلاح شود. خصوصا شخصی بیگانه این کس را سیرتشان را برای ما و شما نقل نکرده استوده است. دخترشان که جگرگوشی شیخ می باشد رحمه الله تعالی، زیرا که اهل کس به حال کس داناتر می باشد نظر به آن کسانی که از خودی کس دورتر و بیگانه می باشند. خصوصا بارک الله فیکم فرزند این کس جاهل نیست، گوییم که پدرش یعنی مدح و تعریف کرده استوده است، بلکه این کس هم یکی از دانشمندانی می باشند که از تربیه و نتیجه خودی شیخ رحمه الله تعالی می باشند. خلاص نام کتاب که خودی دختر شیخ نامگذاری کرده است به نام نبذة مختصرة من نصائح والدي العلامة مقبل ابن هادي الوادعي وسيرته العطرة، یعنی یادداشت‌های مختصر از نصائح پدر من علامه مقبل ابن هادی وادعی و سیرت پرشرف آن. از آن ام عبدالله بنت شیخ مقبل ابن هادی الوادعی، الله سبحانه و تعالی این شیخ را رحمت کند و دخترشان و دیگر فرزندان و دیگر شاگردانشان را الله سبحانه و تعالی محافظت کند. اکنون بارک الله فیکم، قبل از آن که ما از این کتاب خیلی هم گویم پر معنی و پر برکات درس را شروع کنیم، میخواستم که اندکی درباره
خودی دختری شیخ، یعنی سیرتی که بیم ترجمه شخصی خودی عبدالله وادعیه را اندک باشد هم گذشته اختصارا یعنی که گذاریم. من در یعنی موقع یعنی که در سکایپی همه گروه چیکار کردم، همین ورق را گسیل کردم، باید که ورق را گیرید و از ورق نگاه کنید، برایتان انشاءالله خیلی هم فایده می بخشد. السیرة الذاتیة لأم عبدالله الوادعیه، یعنی سیرت شخصی عبدالله الوادعیه. نامش عائشة بنت مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. نام عبدالله عائشة دختر مقبل بن هادي وادعي است. الله شیخ مقبل بن هادي الوادعي را رحمت کند. مؤسس وكي مؤسسي مركز دماج لعلوم الحديث بدار اليمنية أو بالديار اليمنية. شيخ مقبل بن هادي وادعي الله رحمتش کند یکی از اساسگذارهای مرکز دماج است برای علوم حديث در دیار یمن. يقول الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في ابنته أم عبد الله. خود الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى درباره دخترش أم عبد الله چنین گفته است: مستفیدة في علوم شتى، یعنی عبد الله در علمهای گوناگون فایده برنده است. متأدبة بآداب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آداب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم را در حیات تطبیق کننده است. فاضلة حريصة على وقتها غاية الحرص، بزرگ است و خیلی هم به وقت خود، به حیات خود، به ساعات خود حریص و تلاش کننده بود، از حد هم زیاد، یعنی وقت خود را ضایع نمی گذارانید. دخترم گفته است از شیخ. من اجل هذا بارك الله في عملها، برای خاطر همین است که الله سبحانه و تعالی در عمل این دختر برکت عطا بخشید که در اندک وقت علمی خیلی زیاد را گرفت و عمل کرد و چقدر خدمت‌های یعنی که بر زیاده کرد. حریصة على افادة اخواتها، حریصه کوشش کننده بود، تلاش کننده بود با رسانیدن نفع و فایده نسبت خواهرانش، خواه خواهران نسبش باشن و خواه خواهران یعنی که مسلمه. نعم. تدرس الكتاب حتى تنتهي منه، از کتاب درس میکند تا تمام کردن همون کتاب. یا که تدرس الكتاب، کتاب را درس میدهد تا آخری همون کتاب. ثم تنتقل الى کتاب آخر. این هم خصلتای خوب است بارک الله فیکم. بعضی انسان ها از این مکتبه را که دید دیگه از هوش رفته، یعنی کتاب ها را یعنی معقول دانسته چیکار کنه، یک کتاب میگیرد کمتر میخواند میپرتاید، کمتر میخواند میپرتاید. شیخ میفرمایند که یک کتاب تا تمام نمیکرد به دیگر کتاب انتقال نمیکرد. محبتا لكتب العقيدة، محبة لكتب العقيدة والفقه واللغة، نسبة كتابهای عقيدة فقه ولغات خیلی دوستدار بود. قال عنها الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله تعالى درباره عبد الله شيخ يحيى ابن علي حجوري که خلیفه پدری این دختر می باشد چنین می فرماید:
ذات همة عالية في طلب العلم وتعليمه، یعنی در طلب علم و در درس دادن علم خیلی هم صاحبی همت بلند است. فهمیدید؟ یعنی عبدالله در طلب علم همت و مرام و مقصد و نیتی عالی دارد و تعلیمه و در تعلیم دادن هم تحفظ القرآن، قرآن را از بر می داند و الفیت ابن مالک و در علم صرف و نحو الفیه ابن مالک را از بر کرده است و بلوغ المرام را که از آن احمد ابن حجر الاسقلانی می باشد و متون اخرى و دیگر متنها را از بر می داند. فیما اخبرت، از کجا شیخ می داند؟ چنانه که به من خبر کردن. ذکرها الشیخ رحمه الله فی ترجمته فقال، در ترجمه آن شیخ ذکر کرده اینها را گفت است: الشیخة الصالحة محبة للسنة وداعية إلى الله على بصيرة وباحثة قوية تبغض التقليد. یعنی شیخه صالحه است، این دوستداری سنت است، دعوت کننده به سوی الله است، على بصیره، در اساس علم، و باحثة قویه، بحث کننده، جستجو کننده به قوت است. تبغض التقلید، تقلید کورکورانه را بد می‌بیند. و تحرص على معرفة الدلیل والعمل به، تلاش و کوشش کننده است، حریص است به شناختن دلیل و طبق همان یعنی عمل کردن. وقد نفع الله بها طالباتها، و کان الله سبحانه و تعالی به سبب این دیگر شاگردانش را فایده بخشید. و اصبح بعضهن داعیات الى الله، بعضیشان داعی شدند به سوی الله. هي ذروة مدرسة النساء في دار الحديث، این کس یعنی عبدالله الوادعیه در دار الحدیث یعنی قله بلندی مدرسه زنها است. ولها من الكتب، عبدالله چند کتاب ها دارد. یکی از همون کتاب ها نصیحتی للنساء طبع بصنعاء و نفدت طبعته، یعنی نصیحت من برای زنها که این کتاب را در صنعا پایتخت یمن طبع کرده شده است، نشر کرده شده است و این طبع به پایان رسیده است. تألیف عبد الله بنت الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. تقدیم الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، یعنی خودی پدرشان در این کتاب که تقدیم نوشتگی بودیم. و هو کتاب جامع لنصائح و توجیهات. این کتاب است که نصیحت های را در بر میگیرد و توجیهات و دستورهای را، توجیهات دستور، و فتاوی تهم النساء، و فتواهای را در بر میگیرد که برای زنها ضرور میباشند. فی مجتمعنا و عصرنا الحاضر، در دور زمانه و مجتمع امروزی ما. دویم کتاب ثمر البستان على قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، یعنی میوه باغ آیت قول الله سبحانه و تعالی ای کسانی که ایمان آوردید شما پیروی از پی قدم شیطان مشوید، مکنید. تألیف عبدالله بنت الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، تقدیم الشيخ يحيى بن علي الحجوري. شيخ يحيى برای این کتاب تقدیم نوشتگی بودیم. و هو شرح لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. این کتاب است که شرح داده شده است قول الله سبحانه و تعالی را یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتبعوا خطوات الشیطان،
و پی قدم شیطان و پی قدم های شیطان مروید، مع بیان اهم خطوات الشیطان. در اینجا در برابری این شرح یعنی بیان و روشنی انداختگی است از همه ضرورترین یعنی که قدم های شیطان را، و تحذیر الكتاب و سنت منها، و چگونه کتاب و سنت از این پی قدم های شیطان حذر کنانیده است، و صبور اجتنابها، و راه های یعنی که کنار شدن از این راه ها را این شیخه ام عبدالله چه بیان و روشنی انداخته است. این بود یعنی دویم کتاب. سیوم کتاب التبیان فی آداب حملة القرآن تألیف الامام النووی، یعنی التبیان بیان و روشنی آید آداب کسانی که قرآن را از بر میدانند، از آن شیخ یحیی ابن شرف النووی خلاص امام نووی. خب تحقیق و تعلیق گذاشته است ام عبدالله بنت الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. جمع هذا الكتاب آدابا يتأدب بها حامل القرآن خاصة وطالب العلم عامة. یعنی این کتاب آداب‌های را در خود گرفته است که باید که خصوصا کسی که قرآن را از بر می‌داند باید که با این آداب‌ها یعنی که به خود داشتگی باشد، و عموما طالب علم ها باید که این آداب ها را به خود داشتگی باشند. و احکاما یحتاج الیها قارئ القرآن، و خصوصا یعنی و این کتاب احکام را در بر گرفته است که باید که قاری قرآن به اونها یعنی که احتیاجمند باشد. و تميزت هذه الطبعة بالتحقيق الشامل لأحاديثها وآثارها. این نشر خیلی هم تميزت از دیگر نشرها فرق میکند، فهمیدیم؟ چون که تحقیق در برگیرنده احادیث و آثارش را دارد، یعنی حدیثاش تحقیق کردگی است، اثرهاش تحقیق کردگی است، و تعلیق علی المسائل التي يحتاج اليها که يحتاج اليها، بعضی مسائلی که احتیاج شدگی است اونها را تعلیق گذاشته است. و هي مقابلة على عدة نسخ خطية. این چی مقابلتون یعنی این قبول کرده شده است بس چندین نسخه های خطی، یعنی که اینه گرد آورده شده، جمع آورده شده از چند نسخه ها. چهارم کتاب نبذة مختصرة من نصائح والدی العلامه مقبل ابن هادي الوادعی و سیرته العطره. یعنی همین کتاب چهارم کتاب دست ما و شما خوانده انشاءالله میگذاریم. یعنی چی گفتیم؟ کتابی که یادداشت‌های مختصر از نصیحت‌های پدرم علامه مقبل ابن هادی وادعی و سیرت پرشرف آن. ترجمه موجزه لابنة الشیخ، یعنی این ترجمه حال کوتاه هست از آن خودی دختری شیخ رحمه الله. تبرز فيها اخلاق الشیخ، در اینجا دختری شیخ اخلاق شیخ را چکار میکند؟ نشان میدهد، فهم اظهار میکند، و نصائح و نصیحت های آن را و فواید مهمه و چند فایده های ضرور را من دروسه العلم، از درس های علمیش و از سیرت دعوتی و عملیش را ذکر میکند. جزاه الله خیرا. الله سبحانه و تعالی و این کس پاداشی خیر عطا بخشد. و کم بارک الله فیکم وقتی که میخوانید هر کدام ما و شما یا که بیشتری ما و شما بارک الله فیکم دارای فرزند میباشیم، خواه دختر باشد خواه پسر باشد، اولا یعنی که از جانب ما و شما بارک الله فیکم درس گرفتن، تعلیم گرفتن و ترجمه حال چنین شیخای بزرگ خواندن و طبق همین یعنی که عمل کردن است، یعنی سبب تشکیل کردن. بعد از آن هدایت در دست پروردگاری عظیم الشان است. کدام از فرزندان ما و شما را هدایت بخشد هدایت می باشد، کدامش که با یعنی که هدایت نبخشد دیگه از دست ما و شما هیچ چیزی نمیاد. بارک الله فیکم. نه اکنون شروع میکنیم اندک باشد هم درس را از کتاب یعنی که شیخه ام عبدالله بنت الشیخ مقبل ابن هادی الوادعی حفظه الله تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم.
المقدمة پیش گفتار: الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تمامی ستایش ها برای الله است که او یکتا است، یک و یگانه است. الواحد الفرد الذي لا نظیر له، یک و یگانه است که یگان همتای ندارد. الصمد السید الذي يصمد إليه الخلائق، یعنی ذات است که همه مردم همه خلایق به او احتیاجمند می باشند. الذي لا جوف له، ذاتی که اشکم ندارد. الدائم الباقی، ذاتی است که او دائم است، باقی است. الذي لم يلد ولم يولد، ای لیس له ولد، ذاتی است که فرزند ندارد. ولم یولد، و فرزندی کسی هم نیست، یعنی پدر ندارد، والدین. ولم يكن له كفوا أحد، أي مساويا أو مماثلا أو عدلا، ذات است که همتا ندارد، فهمیدید؟ مانند ندارد. القائل في كتابه العزيز، ذاتی که در کتاب عزیزش، در کتاب عزیزش چنین فرموده است: كل نفس ذائقة الموت، هر یک صاحب نفس باید که لذت مرگ را بچشد. فهمیدید؟ هر یک صاحب نفس، کسی که جان دارد، حتما باید که مرگ را بچشد. در سوره آل عمران و در بعضی دیگر جاها هم آمده است. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و شهادت می دهم که جز الله یگان معبودی بر حق نیست. وحده لا شریک له، او یک و یگانه است، یگان شریک ندارد. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، و شهادت می دهم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و فرستاده اوست. ارسله الله رحمتا للعالمین، الله سبحانه و تعالی وی را همچون رحمت و مهربانی برای همه جهانیان رسول کرده، فرستانید. و صلاة و سلام علی نبینا محمد الامین و علی آله و صحبه اجمعین، و درود و سلام به پیغمبر ما محمد الامین، امانت نگهدار، و به خاندان او و به جمیع اصحابش. اما بعد فإن للموت أجلا محتوما لا بد أن تذوقه كل نفس. اما بعد، واقعا مرگ این یک مهلتی حتمی دارد. فهمیدیم؟ اجل گفته مهلت میگوین، وقت میگوین، محتوما شدن این یا که تمام شدن این اجل حتمی است. لابد ان تذوقه كل نفس، باید که هر یک نفس مرگ را بچشد. الله تعالی فرموده است: كل نفس ذائقة الموت، هر یک نفس مرگ را چشنده است. و قال جل وعلا، الله جل وعلا فرموده است: اینما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. شما در کجا که نباشد، مرگ شما را خواهد دریافت. یعنی از مرگ یگان جای گریز نیست، حتما باید که بمیره. ولو كنتم في بروج مشيده، اگرچه شما در خانه های پرحشمت، خانه هایی که در خانه های قرار داشته باشید که با قوت و اونجا هیچ کس یعنی که از مخلوق ها میدار آمدگی نباشد، هم در درون همان یعنی که گرد و اطراف شما محکم باشد، هم باید که مرگ را بچشید. و قال جل فی علاه، الله ذاتی که بزرگ است فرموده است: فاذا جاء اجلهم
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقتی که مهلت آنها فرا میرسد، یعنی وقتی مردنشون که فرا میرسد می آید، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، از این ملت، از این مهلتی که الله تعیین کرده است، معین کرده است، یگان ساعت چه پیش نمی شوند یا که عقب هم نمی شوند. فهمیدی؟ یعنی یگان کس از مهلتی مرگ خود نه پیش می میرد نه دیر. به همین معنی. خب اونی که خواندیم که اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، سوره نساء آیه 78 می باشد، با مبادا 178 باشد، صدش کور کنیتون که و خطا آمده است. اما آیه که آخر خواندیم فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، این از سوره اعراف آیه 34 است. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید، این حدیث را ترمذی و ابن ماجه و دیگرها روایت می‌کنند، از ابو هریره رضی الله عنه فرموده است اعمار امتی، عمرهای امتی من میان 60 تا 70 است، یعنی اغلب امتی من از 60 تا به 70 یعنی حیات دارند. و اقلهم من یجوز ذلك، و کم در کم از امتی من از این سال چی میگذرد، یعنی کم در کم انسان ها هستند که از 70 زیاد شده بعد وفات کردگی باشه. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. اگر احمد دادگی باشه بارک الله فیکم به این آیاتی که این شیخ ام عبدالله ذکر میکند، میفهمید که یعنی خود را تسلی داده ایستاده است و همچنین تسلی داده ایستاده تمامی کسانی را که نسبت پدر این کس مهر و محبت و شوق و دلسوزی دارند. فهمید؟ بارک الله فیکم. یعنی این آیات و حدیث ما و شما را تسلی میدهد که کسی که نباشد باید که بمیرد، از مردن دیگر جایی یعنی که خلاصی نیست. بارک الله فیکم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود اعذر الله، در پایان تعلیقا گفت است که قال العلماء معناه انه لم يترك له عذرا اذا امهله هذه المدة، يقال اعذر الرجل اذا بلغ الغاية في العذر. یعنی دیگه تعبیر گویم آسان تر شود برایتون، اعذر الله معناه ازال الله عذره. فهمید؟ معنای اعذر چی میشه است؟ ازال الله عذره میشه است. الله سبحانه و تعالی خب کدام انسان را که حیاتش را دراز گرداند، حیاتش را دراز کرده باشد، حتی به سن 60 سالگی رسیده باشد، فهمیدید؟ از اون کس عذر را برداشته شده است. فهمیدید؟ یعنی الله سبحانه و تعالی با کدام انسان تا 60 سالگی عمر دادگی باشد، تمام برای این کس یگان عذر ماندگی نیست که من نمیدانم گفتم را دیگر عذر نیست. باید که تا این سن سال کس چی؟ هرچی که لازم است دانستن باید که داند، دیگر یگان عذر نیست. فهمیدید؟ کدام انسانی که به این سن سال رسیدگی باشد یگان عذر ندارد در پیش الله سبحانه و تعالی. اعذر الله الی امرئ اخر اجله، و کدام انسانی که الله سبحانه و تعالی حیات او را طول کرده باشد، دراز کرده باشد، حتی به سن 60 سالگی رسیده باشد، از چنین انسان الله عذر را دور کرده است، گرفته است، معذور نیست در پیش الله. حدیث را بخاری روایت می‌کند از حدیث از طریق ابو هریره رضی الله عنه.
بعدم میفرماید ام عبدالله طور گوش دادیم ما ام عبدالله و این موت العلماء لمصیبة عظمى و داهیة کبرى. واقعا مرگ علما این مصیبتی بزرگ است. فهمیدید؟ مرگ علما، مردن عالم ها، لمصیبة عظمى و داهیة کبرى. داهیه هم اینه به معنی مصیبت است. فهمیدید؟ واقعا یعنی این مصیبتی کلان است وقتی که عالم ها میمیرن. فهمیدید؟ این برای این مصیبت است برای کی؟ برای کسانی که قدر عالم ها را میدونن. بارک الله فیکم. فهمیدید؟ کیف ولا بموتهم یقبض العلم. چه خیلی این مصیبتی بزرگ نباشد، چگونه مرگ عالم ها را مصیبتی بزرگ دانسته نشود، آخر به مرگ ویها علم را برداشته می شود. وقتی که ویها مردن دانید که الله سبحانه و تعالی از میان مردم علم را برداشته است به طریق مرگ علما. فهمیدید؟ این میداند که کسی که به قدر علم رسد، بارک الله فیکم، کسی که به قدر علم رسد و میداند که واقعا مصیبتی کلان است وقتی که علما از بین میرند. فقط قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واقعا پیغمبر گرامی صلی الله علیه و علی آله وسلم در این مورد فرمود: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. الله سبحانه و تعالی وقتی که علم را میگیرد از دست بندگان کشیده نمیگیرد او را که پگاهی مردم خیزند که توحید از یادشان برآمده است. فهمیدید؟ حقوق الله، حقوق والدان، حقوق پیغمبر صلی الله علیه وسلم، دیگه حقوق همسایه همه از یاد برآمده است، همه جاهلش است. این طور نیست. ان الله لا يقبض العلم، الله علم را گرفتنی شود این طور نمیگیرد که انتزاعا و را کشیده گیرد من العباد از بندگان، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. ولی الله سبحانه و تعالی علم را از میان مردم گرفتنی شود به کدام طریق میگیرد؟ به قبضه کردن روح علما می شود. عالم ها را میمیراند، عالم ها میمیرند حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. حتی وقتی که عالم را در میان مردم نماند، وقتی که یگان عالم نمیماند در بین مردم چیکار میکنند؟ راهبرهای جاهل ها را برای خودشان راهبر میگیرند، مفتی میگیرند، عالم میگیرند، علامه خود میگیرند. فسألوا، بس ویها را سؤال میکنند، میپرسند. فافتوا بغیر علم، و راهبرهای جاهل، مفتی های جاهل فتوا دادن میگیرند بی علم. فضلوا، خودشان هم گمراه میشوند، و اضلوا، و مردم را نیز گمراه میکنند. متفق علیه. من حدیث عبدالله بن عمرو و هو عبدالله بن عمرو بن عاص. فهمیده؟ حدیث متفق علیه هست از حدیث عبدالله بن عمرو رضی الله عنهم. و آدم میفرماید: و بموتهم یقل الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر. چگونه مرگ علما مصیبت بزرگ نباشد؟ آخر به سبب مرگ ویها امر به کارهای پسندیده میکردگی کسها کم میشوند، و الناهون عن المنکر، از کارهای منکر ناجویه باز میداشتگی کسها کم میشوند. و بموتهم یفتقر طلبة العلم الى نصائحهم و توجیهاتهم. و به مرگ ایشان طالب علمها محتاج به نصیحت ویها میشوند و محتاج به دستورهای ویها میشوند. الى غیر ذلك من الامور، و غیر از این دیگر کارها. و ان من ارکان الایمان بالقدر خیره و شره و حلوه و مره. از ارکان ایمان است، از ارکان ایمان است ایمان آوردن به تقدیر نیکی و بدی الله و به تقدیر شیرین و تلخ الله ایمان آوردن. این از ارکان ایمان است.
فهمیدی؟ فواجب على كل أحد وقع عليه قدر الله أن يرضى به ويسلم. واجب است به هر یک فرد مسلمانی که در سر او تقدیر الله فرامده باشد باید به تقدیر الله چی شود؟ راضی شود و تسلیم تقدیر الله شود، از تقدیر الله نگریزد. و ان من قضاء الله و قدره موت والدنا و شیخنا و مربینا الامام العلامة محدث الديار اليمنية أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى رحمة الأبرار. فهمتي؟ وإن من قضاء الله وقدره، إن هم قضاء قدر الله است، إن هم ماذا بكون؟ إن من قضاء الله یعنی این هم از قضا و قدر الله است. وفات کردن پدر ما و شیخ ما و تربیت کننده ما امام علامه محدث دیار یمن ابو عبدالرحمن مقبل ابن هادی وادعی الله رحمتش کند، چنانه که رحمت میکند الابرار بندگان نکویش را. و اسکنه فسیح جناته و آن را الله سبحانه و تعالی در جنتی وسیعش جای داده باشد. و ان هذا لامر عصیب لیس لانه والد فحسب. واقعا مرگ پدر من این یک کار خیلی هم درد آور است. فهمیدید؟ این کار خیلی هم عصیب وزنین است، نه به اون خاطر که وی پدر است و بس. فهمیدید؟ نه به اون خاطر که وی پدر هست و بس، بل ولی علمه ولی اخلاقه الرفیعه، بلکه برای خاطر آن مرگ او وزنین افتیده ایستاده است که به خاطر علم و اخلاقش که علم و اخلاقی بلند داشت. بل هذا الثاني والله على ما اقول شهید اعظم، بلکه این دویمه که ذکر کردم الله خود شاهد است نسبت من چیزی که میگویم، این دویمش از یکمش دیگه بزرگتر است. یکمش چه؟ یعنی که پدر ما است. دویم آن که به خاطر یعنی علم از بین رفت، اخلاق بزرگش را یعنی که از میان ما گرفته رفت. فهمیدید؟ فنقول بس چی میتونم گفتم؟ میگوید شیخه انا لله و انا الیه راجعون، هر آینه ما از آن الله هستیم و هر آینه به سوی او بر میگردیم. اللهم اجرنا فی مصیبتنا، ای الله در این مصیبتی که در سر ما فرامد به ما اجر عطا بخش. واخلف لنا خیرا منها، به عوض این مصیبت برای ما بهترش را نصیب دار گردان. و هذه المصیبه تعتبر مصیبه علی الجمیع، این مصیبت را به همه مصیبت اعتبار داده می شود. این یک مصیبت در خانه ما نیست، این مصیبت به همه می باشد. لهذا حزن علیه الصغیر والکبیر والرجل والمرأه، به همه خاطر است که به مرگ این والد این علامه خود هم غمگین شد. وقتی که خبر این مرگ پدر من یعنی که آوازه شد، خود هم یعنی که غمگین شد، کلانها هم غمگین شدن، مرد و زن. فنقول احسن الله عزاء الجمیع، گفتنی هستیم که الله سبحانه و تعالی صبر همه را، عزای همه را نکو انجام دهد الله سبحانه و تعالی. و نقول ان لله ما اخذ وله ما اعطى، میگویم که البته از آن الله است آنچه را که گرفت، وله ما اعطى و از آن او است آنچه را که داده است. و کل شیء عنده باجل مسمى، هر یک چیز در پیش الله سبحانه و تعالی با مهلتی هست که
و این مهلتش را نامگذاری کرده شده است. فلنصبر، باید که ما صبر کنیم، ولنحتسب، باید که ما از الله امید ثواب کنیم. و ان العین لتدمع، واقعا چشم میگرید، چشم داشتن نمیشود. والقلب لا يحزن، قلب غمگین میشود. ولا نقول الا ما يرضي ربنا، فقط آن را گفته میتوانیم که همان چرا ما میتوانیم گوییم که آنچه که رضای پروردگار ما باشد. و انا لفراقك یا والدنا لمحزونون، واقعا ما به فراق تو ای پدر ما غمگین هستیم میگویم. فهذا العلم الهمام، باید عالم الهمام باید باشد، به فکر من علم نمیشه. فهذا العالم الهمام، بس این عالمی لایق، الجهبذة النقاد، و این یعنی عالمی مشهور، جهبذه گفته مشهور، النقاد فرق کننده، والعلامة النحرير، و این علامه مشهور نحریر گفته مشهور. موته ملأ القلوب بالأسى والحزن، واقعا مرگ او قلبها را پر از غم و اندوه کرد. اسا گفته غم میشد، حزن گفته اندوه. واقعا مرگ این عالمی بزرگ قلبها را پر از چی کرد؟ از غم و اندوه کرد. و ان هذه لبشارة، و ان هذه لبشارة عظيمة للوالد عليه رحمة الله، این بشارتی بزرگ است برای پدرم الله رحمتش کند. اذ، چونکه احبه جمیع العقلاء، چونکه پدرم را همه آدم های با عقل دوست می داشتند. لأنه لا يمكن أن يحبه عقلاء الناس إلا إذا أحبه الله، زیرا ممکن نیست که کس را عاقلان مردم دوست بدارند مگر همه وقت ممکن است که وقتی که وی را الله دوست داشته باشد. بل لا يمكن ذلك لأحد إلا بعد محبة الله، بلکه آن را گفتنی هستیم که هیچ ممکن نیست، یگان کس نمیتواند که کسی دیگری را به خاطر الله دوست دارد مگر آن وقت میتواند که بعد از محبت الله. قال الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى فرموده است: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، و درستی کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند الله که او رحمان است او برای ویها محبت را برایشان قرار میدهد. اون محبتی که بین یکدیگر دوست می‌دارد که همه اینها را الله قرار میدهد. وقتی که الله دوست داشت بعد از آن چیکار میکند؟ قرار میدهد، یعنی واجب میگرداند. سوره مریم آیه 96. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات. حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى در تفسير این آیات در کتاب خود تفسیر القرآن العظیم، تفسیر القرآن العظیم می‌فرماید یخبر تعالی، الله تعالی در این آیه کریمه خبر داده است که او برای بندگان مؤمنش که عمل صالح میکنند، کارهای شایسته میکنند، فهمیدید؟ یغرسو، فهمیدید؟ میکارد در قلبشان، و هی الاعمال التي ترضي الله عز وجل، اینها به اعمال مشغول هستند که باعث رضای الله عز وجل می باشند. لمتابعتها الشریعه، چرا اینها را عمل صالح می نامند؟ زیرا که اینا عملهایی می باشند که طبق رضای الله می باشند، زیرا موافق به شریعت هستند، المحمدیه، شریعتی که محمد صلی الله علیه وسلم. یغرس لهم فی قلوب عباده الصالحین محبة و موده، الله سبحانه و تعالی در قلب بندگان صالحش محبت و دوستی را میشناند، میکارد. و هذا امر لا بد منه ولا محید عنه،
این کار حتمی است و شدنی است. وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير وجه. واقعا در این مورد چندین حدیث های صحیح آمدگی است از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به لفظ ها و به اسناد های گوناگون. قال الامام احمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. امام احمد رحمه الله میفرماد که ما را نقل کرد عفان، او گفت که ما را ابو عوانه نقل کرد، او گفت که ما را سهیل از پدرش نقل کرد، او از ابو هریره نقل میکند، او باشد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکند که او صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. وكان الله عز وجل چون بنده را دوست دارد جبرئیل را فریاد میکند. فهمیدید؟ جبرئیل فریاد میکند علیه السلام، بس میگوید که ای جبرئیل واقعا من فلانی را دوست میدارم، باید که تو او را نیز دوست بداری. قال فيحبه جبريل عليه السلام. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که بس وی را جبرئیل علیه السلام هم دوست می‌دارد. ثم قال ثم ينادي في اهل السماء ان الله يحب فلانا. بعد از آن جبرئیل ندا میکند در میان اهل آسمان، چنین گفته که هر آینه الله فلانه را دوست می‌دارد. قال فيحبه اهل السماء. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که بس اهل آسمان وی را نیز دوست می‌دارند. ثم يودع له القبول في الارض. بعد از آن این یعنی که محبت را همچون قبول در اهل زمین نیز گذاشته می شود. فهمیدی؟ این قبول را نیز یعنی قبول کردن این محبت را نیز در اهل زمین گذاشته می شود، ندا کرده می شود. وإن الله عز وجل إذا أبغض عبدا دعا جبريل. همچنین الله عز وجل وقتی که یگان بنده را بد بیند جبرئیل فریاد میکند. فقال یا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. ای جبرئیل میگوید هر آینه من فلانه را بد میبینم، تو نیز او را بد ببین. قال فيبغضه جبريل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که وی را جبرئیل نیز بد میبیند. ثم ينادي في اهل السماء. بعد از آن جبرئیل در میان اهل آسمان ندا میکند که ان الله يبغض فلانا فابغضوه. واقعا الله فلانه را بد میبیند، شما نیز وی را بد ببینید. قال فيبغضه اهل السماء. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که بس وی را اهل آسمان نیز بد میبینند. ثم توضع له البغضاء فی الارض. بعد از آن نسبت این کس بدبینی را در روی زمین گذاشته می شود که تمامی کس ها نامش شنیدن زمانا او را بد می بینند، دیدن زمانا بد می بینند. فهمیده؟ بارک الله فیکم. یعنی شیخ مقبل دوست داشتنی مردم، هم خرد و هم کلان، هم مرد و هم زن، این نشانی آن است که الله سبحانه و تعالی وی را دوست می داشته است. اللهم ارزقنا من محبتك یا رب. رواه مسلم من حديث سهيل ورواه أحمد والبخاري من حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع مولى بن عمر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه إلى آخره باختصار. يعني إن دیگرها هم میتونه روایت کردن، فقط بدگی اسنادو بدگی يعني که سلسله. وقد ألهم الله جل في علاه المؤمنين الصادقين الثناء عليه بالخير في حياته وبعد مماته. وكان الله سبحانه وتعالى ذاتی که او در ذات و در صفات در افعال عالی است و بزرگ است، مؤمن های صادق را الهام بخشیده است. یعنی به دیگه تعبیر کنم در دلشان انداخته است که مؤمن های صادق پدرم را یعنی که با صفات های خوب تعریف میکنند، هم در حین حیاتش و هم بعد از مردنش. و هذا جلی فی اثبات بشارة اخرى للوالد علیه رحمت الله.
این هم یعنی که انیق و روشن است درباره ثبوت کردن بشارت دیگر را و فایده والدم پدرم علیه رحمت الله. فقد اخرج الشيخان البخاری و مسلم، واقعا امام بخاری دو شیخ و امام مسلم هر دویشان روایت میکنه حدیث را من طریق عبدالعزیز بن صهیب، از طریق عبدالعزیز بن صهیب قال سمعت انس بن مالک رضی الله عنه یقول، این کس میگوید که من شنیدم انس بن مالک بن نضر میگوید رضی الله عنه که مروا بجنازه، یک وقت به نزد یک جنازه گذشتن مردم، فهمیدی؟ همراه پیغمبر صحابگان همه گذشتن. فاثنوا علیها خیرا، همه این شخصی مردگی را ثنای نیک کردن، تعریف کردن، آدمی خوب بود گفتن، تعریفش کردن. فقال النبی صلی الله علیه و علی آله و سلم وجبت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که تعریف این مردم را نسبت این شخصی مردگی شنید گفت که واجب شد. ثم مروا باخرى، بعد از آن رفته به نزد دیگر جنازه گذشتن. فاثنوا علیها شر، یعنی که او را بد گفتن، در حقش گپای بد گفتن، یعنی که این آدمی خوب نیست، آدمی نیک نیست گفتن، یعنی که بدی ها را برایش گفتن. فقال پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که وجبت، واجب شد. فقال عمر بن الخطاب رضی الله عنه ما وجبت، در این حین عمر بن خطاب رضی الله عنه سؤال کرده، پرسید گفت چی واجب شد ای پیغمبر الله؟ او صلی الله علیه وسلم چی گفت؟ گفت که هذا اثنیتم علیه خیرا فوجبت له الجنه، این کسی که شما به نزدش مرور کردید و سخنهای نیک در حقش گفتید، خیر گفتید برایش، جنت برایش واجب شد. و هذا اثنیتم علیه شر، و این را که گذشته به نزد او و بدیهاش نقل کردید، آدمی خوب نیست گفتید، فوجبت له النار، برایش دوزخ واجب شد. انتم شهداء الله فی الارض، شما شاهدهای الله هستید در روی زمین. شما برای کسی شهادتی خوب دهید واجب می شود، شهادتی بد هم دهید واجب می شود، یعنی هم جنت واجب می شود و هم چه دوزخ. واللفظ للبخاری. بعد از آن می فرماد ولا یتوهم احد اننی اجزم له بالجنه، مبادا یگان کس گمان نکند که من قطعیاً به قرار آمدم که پدری من جنتی است، من به این قرار نیستم قطعیاً. فإن العقيدة الصحيحة هي أنه لا يشهد لمعين بالجنة ولا بالنار، زیرا اینکه عقیده صحیح چنین است که نباید که برای شخصی معین جنت را شهادت داده شود و نه دوزخ را، اذا كان من اهل الاسلام، اگر از اهل اسلام باشد. الا من شهد له النبي صلی الله علیه و علی آله و سلم بذلك، بجز کسانی را که خود پیغمبر در این مورد شهادت داده باشد که فلانی جنتی است یا که فلانی دوزخی است گفته باشد، ما همین را میگوییم، از این دیگر زیاد از پیش خود چیزی نمیگویم. قال الطحاوی رحمه الله في أهل القبلة ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نارا. امام طحاوی رحمه الله در باره مسلمان ها، اهل قبله گفته مسلمان ها، در مورد مسلمان ها چنین گفته است که ما کسی را از مسلمان ها را جنتی گفته منزل نمیدهیم و دوزخی گفته منزل نمیدهیم، یعنی که منزل او جنت است، منزل او دوزخ است گفته قطعیاً نمیگویم. لکننا نرجو للمحسن الجنه، لیکن ما امیدوار هستیم برای نکوکار جنت را، و نخاف علی المسیء من النار، و به مقابل بدکار خوف میبریم از دوزخ. فهمیدید؟ مراجعه کن، نگاه کن، گفته شرح ابن ابی العز از آن طحاوی. و شیخنا و والدنا و ان مات و فارقنا بجسده. این انشاءالله درس آینده دوام میدیم، زیرا که وقت خیلی هم کم مونده است دیگه. برادرهای یعنی که روزبان دیگران هستن، بعد از آن یعنی که شیخ عالی یعنی که صحبت خیلی هم طول است، دراز است. بارک الله فیکم. خیال میکنم که همین قدر یعنی کفایت میکند. بارک الله فیکم. از الله سبحانه و تعالی مسئله داریم که از این درس هر کدام ما و شما یعنی که بهره برده باشیم و
فرزندهای ما و شما نیز چنان لایق باشیم که چنین فرزندها برای ما و شما نیز باشند. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.